با همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه هستیم. مهران، میدونم با پلیس سوئد در این ارتباط صحبت کردی، چه جزئیات بیشتری داری؟ فریبا، پلیس معمولا جزئیات زیادی رو منتشر نمیکنه یا به رسانه ها نمیگه، اما من تماس گرفتم که چند نکته رو تایید کنه. تایید کرد پلیس جنوب استکهلم سودرتلیه، جایی که در واقع آپارتمان سلوان مومیکا اونجا بوده، حدود 30 کیلومتری جنوب شهر استکهلم قرار داره و تایید کرد 5 نفر در این زمینه دستگیر شدن شب گذشته ساعت 11:11 به وقت اروپای مرکزی. در واقع سلوان مومیکا در آپارتمان خودش توسط گلوله کشته شده. زمانی که سلوان مومیکا کشته میشه در واقع چند دقیقه‌ای بوده در تیک توک لایو گذاشته و بعد از اینکه در واقع پلیس میرسه و پلیس این لایو تیک توک رو قطع میکنه، اما فعلا تصویری از در واقع کشته شدن یا اگه تو لایو این تصویر منتشر نشده، جزئیاتی بیشتر گفته نشده، فقط گفته شده که در حال پخش کردن لایو بوده. پلیس سوئد به این اشاره کرد که سپو پلیس امنیت هم در حال همکاری هست و جزئیات جدیدی اومده که پلیس دانمارک هم به خاطر اطلاعاتی که داره در واقع وارد شده به این پرونده و اونها هم دارن با پلیس سوئد همکاری میکنن. حالا مشخص نیست افرادی که دستگیر شدن امکان داره برخیشون در واقع مقیم یا پناهنده کشور دانمارک باشن. باید بگم که سلوان مومیکا از سال 2023 در واقع به طور مکرر از پلیس سوئد مجوز میگرفت برای قرآنسوزی. در محلهای مختلف دست به قرآنسوزی زد که اکثرانش روبروی پارلمان سوئد بود. همراه او در واقع سلوان نجم بود که او هم در توییتر در اکس منتشر کرده که نفر بعدی من خواهم بود و او هم نگران جان خودش هست. سلوان مومیکا سال 2018 به سوئد میاد از عراق و باید بگم در عراق سلوان مومیکا از اعضای هشت شعبی بوده و بعد از جدا شدن از هشت شعبی در واقع خودش یک گروه میذاره به نام حزب دموکرات سریانی و حالا باید منتظر تحقیقات پلیس باشیم. همچنان پلیس در خانه سلوان مومیکاست، اونجا رو در واقع قرنطینه کردن و در حال تحقیقات بیشتر هستن. مهران، ظاهرا قرار بوده که سلمان مومیکا امروز در دادگاهی حضور پیدا کنه. این دادگاه آیا در ارتباط با قرآنسوزی بود؟ بله، دقیقاً 12 ساعت بعد از کشته شدنش، یعنی امروز ساعت 11 در دادگاه بدوی قرار بود اون محاکمه بشه به دلیل اینکه یک عده از او شکایت کرده بودن به خاطر نفرت پراکنی در یکی از قرآنسوزی‌هاش اهانت به قوم یا گروهی کرده. به این دلیل از او شکایت شده بود و قرار بود همراه یک نفر دیگه در دادگاه بدوی محاکمه بشه که دادگاه اعلام کرد، دادگاه بدوی استکهلم، به دلیل کشته شدن سلوان مومیکا فعلا این دادگاه به تعویق میفته. البته باید بگم که دادگاه مهاجرت هم سال گذشته حکم اخراج سلوان مومیکا رو داد، اما بعد از شکایت و یک سری از فعالین حقوق بشری در واقع گفتن که اگه او به عراق برگردانده بشه جانش در خطر میفته. همچنین که شما گفتید، خب مقتدی صدر خواهان مجازات او شده بود. علی خامنه‌ای به صراحت گفته بود که خواستار اشد مجازات برای سلوان مومیکاست و از سوئد خواسته بود که او رو به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی در واقع تحویل بدن. متشکرم از تو مهران. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما.